سلامی دوباره به عشق. من امروز اومدم فکر کنم ساعت 5:30 صبح بیدار شدم و گفتم این بهترین زمانه برای درد دل کردن، چون صبح با شب و اصلا یه مثل حال خاصی داره. اینو جا رو خیلی دوست دارم براتون درد دل بگم، شما بگین. کلا این تعامل ایجاد خیلی دوست دارم. حرف بزنیم شما تو کامنت ها، من تو ویدیو، در مورد آینده، اعلا، گرونی، بدبختی، درد دل، کنه همه چی خیلی باحال میشه. دغدغه جوانی 18 ساله برای آیندهش، دغدغه‌های زندگی، شغل، تحصیل، مدرسه، اشتغال، توی بعضی گرونی هیچی نداری. آدم درس بخونه میگه اونجوری میشه، اون بخونه اونجوری، سر کار بره نمیدونم اونجوری میشه. اصلا درس نخونه نمیشه، بهش میگم بی سواد. درس بخونه 50-50 شاید موفق بشه، که احتمال نسل 50-50 مثلا الکیه. 90/10% که مثلا موفق 10% موفق بشی، 90% موفق نمیشی دیگه. اون احتمالش هست، اونم شاید توی 10% حالا نه حالا بیشتر، اونم شاید توی کار دولتی قبول شی مای 20 تا. یعنی به 20 تا الان بری بیرون یه دونه روغن میگیری تموم شد همین. بعد 1000 تا نیم صفحه اینم هم بعد درس کنی و خودتو اصلا از زندگی اصلا کلا نابود کنی. اینقدر درس بخونی اینجوری بهت بگم. درس خوندن آسون نیست که بعد مغزتو براش بذاری از صبح تا شب، کاری دیگه نمیتونی بکنی. از اون طرف درس که بخونی بهت میگن همواد، بی سواد، اصلا آدم بوده چیکار کنه. ببخشید بچه، میام وضعیت دوربین مایلی ها کن به زور میگیره توی روشن ها. یادم میخواستم تاریک کنم اون به زور میگن ناکن. هوا تاریکه بچه. توجه شدیم من موامو زدم، گفتیم از اون حالت یه ذره در بیاد. گفتم یه ذره کنارشو بزن، سایه سفیدش یه ذره باز اینجوری یه ذره بهتره، یه ذره ترتمیزتریم، دیری بهتره میاد. بس بچه یه داستانی هم براتون تعریف کنم. الان ساعت 5:30 صبح دیگه من ناجی زدم بیرون. داداشم میگه مادرم اومد گفت پسرم من کارتو همراهم نبردم، یارم رفته 200-300 هزار تومن بریز تو کارتم. یه کارت دیگه برده بود با خودش که اشتباه بود، پول نداشت. گفتم باشه دیگه، ساعت 5:30 صبح هم بود دیگه، چیکار کنم دیگه، گیره دیگه. حاجی من میرم حاجی تو این کوچه پس کوچه، اون لاتو پود اونجا، اون میگه ساقی، اون 2 نفر میفتن دنبالت. اصلا اوضاع خیلی خرابه. آدم میترسه مثلا یه تیم یارو خفتش کنه. حالا بس خودش که نیست، حالا اونا که زیاد زوری موری ندارن، کاری هم بود ندارن، دیگه تعدادشون زیاده. بری ATM چاقو ماقو دارن دیگه. 50-50 هست تو صدمه ببینید اینجوری بهت بگم، ریسکه. اون میاد انقدر خلاصه که به زور و بلا، یعنی رفتیم اومدیم 2 ساعت اونجا موندیم ببینیم کسی میاد. کلا بهت بگم اونی که میگه امنیت داریم، این امنیت نیست داداش. آمریکا از این به امنیتش بهتره. تو یارو میگه آمریکا تو بعد ساعت 3-4 12 شب نمیتونی بری بیرون. خب داشت اینجا هم همینجوریه، ساعت 12 شب برو بیرون بهت نشون میدن. تازه حالا یه پسر داری، یه دختر، حالا 12 شب برو تو کوچه بس کوچه، همین کوچه‌تون بیا بیرون بهت نشون میدن آقا این اینجا امنیته. کدوم امنیت؟ یارو از گرونی، از بدبختی چی نداری، کارتون خواب شده، لاتو پوت شده دیگه هیچی برش مهم نیست دیگه. داشت چاقو میگیره میزنه دیگه، هیچ کم نیست که به دادت برسه. اینجوری بهت بگم کلا زندگی بدی شده دیگه. اصلا آدم خورد میشه اینا رو میبینه تو این گرونی، بدبختی، تحصیل، شغل، دنبال 1000 سگ بزنی دنبال شغل، یه شغل خوب دنبالش بگردی، بعد 1000 جا بری تا یه شغل خوب بگردی. تا شغلاشون هم یه جوریه که مگه میتونی بعد صبح تا شب
براش بجنگ، یعنی اینجوری بگم رقابتی هم هستن. اصلا روزگاری شده. اصلا سوما شد و توی 2 چیزم شما بگین شاید یه ذره حالمون یه ذره بهتر شد. اصلا دنیا دیگه اصلا به درد نمیخوره. آدم چقدر سگ دور زنه. امروز روز بعد گرون میگم فردا از امروز گرونتر، هر روز روزانه گرون میشه. اینجوری بهتون بگم، یعنی تو گرگ نباشی پول در دست رفته، زرنگ نباشی. ما هم که اینه یه لاک پشت داری میریم جلو، وضعیتمون خرابه. یه ذره تمرکز کنیم که به کجا میتونیم برسیم. اصلا زندگی نمیدونم اصلا چجوریه که اصلا دارم بهش فکر میکنم. بچه نمیدونم این اصلا شما هست یا نه برام بنویسید. آدم مثلا یه روی آدم میگه الان موفق میشه، آدم میگه تمام کار میره جلو، باز ما نمیبینه، باز موفق نمیشه. آدم میگه تمومه دیگه، موفق شدم، بازم میری جلو، بازم 100 تا مانع میاد جلو. تو هر کاری تو هر کاری، یوتیوب نمیدونم اینترنت، یادت کسب، همه کار، رقابتی، المپیاد، میره جلو، میگه دیگه تمام شد، اینو رد کرد، میگه عالی بود، این دیگه تمومه، دیگه موفق شدم، باز میره به در بسته میخوره. اینم شد یه زندگی. در 1 سال 2 سال دیگه میخواد زن بگیره، نه خونه داره، نه ماشین داره، نه پول داره، هیچی نداره. دوش با این وضعیت خودت هم نمیخواد، خودتو نگه نمیده، ولی بخوای 2 نفر بندازی زیر پات نمیشه که داداش. یه توصیه هم بچه بکنم، بچه پول ندارین، سر کار ندارین، کار ثابت ندارین، کاری که براتون پول بیاد اعتماد داشته باشین بهش. حالا من نمیگم زیاد کندم بچه، این حالا چیزی که نظر خودم، تا پول ندارین، تا سر وزن ندارین، یه خونه درستابی ندارین، خونه یک جور میکنی، حالا بعدا مهم نیست، یه کار ثابت، ماشین پایین پراید هم بایش کنه، یه خونه حالا اجاره فرق نداشتیم بچه. ازدواج نکنید، نکن آخر به بومبست میخورید، نکن مثلا خود تنهایی یه رو دل میخواد سر کار 2 روز نه مثلا 10 روز میخوای سر کار نری، داداش خرج دیگه. تو مثلا 10 روز سر کار نری، بعد مهم نیست، یه تخم مرغ میخوره، اما نداشت به گیر میره، گم شه از خونه بیرون، بعد ناگاه یه کار ثابت، یه پول ثابت بعد بیاد بهش بدی. اینجوریه. بعد یه چیز پروانچه داشته باشی یادش، همینجوری که دختر مردم نمیان دخترشونو بهت بدن، که یه چی داشته باشی که این پول برات بیاد، از خونه کسب درآمد کنی، 1000 جای دیگه مثلا یه چی برات بیاد. این مهم. میاره از فامیلمون بابا از صبح تا شب 2 تا دخترم دارن، کم 16 سال، صبح تا شب میشینه توی خونه شوهرش، مگه میره سر کار؟ نمیره. 24 ساعت زنش میگه میخوام برم سر کار، اونم نمیذاره، یعنی زنش هم نمیذاره، خودش هم نمیره سر کار، با دخترش 24 ساعت دعوا داره. این چه زندگی؟ دخترش هم میخواد راحت باشن دیگه، تو خونه است دیگه، باز یه مرد باشه دیگه آدم میزن که اونجوری راحتی نداره دیگه. این هممون اینجوریم دیگه، حالا فرقی نداره دختر پسر، کلا این نفر باشه خودمون تنها بشیم راحت تریم دیگه. اینجوری اصلا هست داشت آخرش به طلاق. نمیتونی آقا زن بگیری، نمیتونی آخر پول نداری، سر کار نمیری، هیچی نداری، روی زن نگیر، خودت آقا وایسا، آقا من نمیتونم، ارزشی ندارم، میشینم خونه مثلا آقای خودم حداقل میدونم تکم، نخورم آقا، نمیپوشم، نمیخورم، یه دونه تخم مرغ نمیخورم، اینجوری بهتره بچه. یه نفر دیگه هم بدبخت نمیشه، اینجور خودت هم میمونی، کاری هم به هیچ کی نداره، کاملا هم درسته. اینجوری با من بهتون میگم.
از زندگی اصلا نمیدونم چی بگم. شما بچه دو تا چیز بگی آجی، دو تا چیز شما هم بگین یه چیز نظرمون عوض چیز بخونیم انرژی بگیم. ببخشید زیاد سرتون در بازارم بازم. روز دیگه بچم دوستتون دارم بچه، خیلی ممنون که هستیم با هم دیگه.